داریوش بزرگ، چهارمین شاهنشاه از شاهان هخامنشی، در فاصله سالهای 522 تا 486 پیش از میلاد بود. او فرزند ویشتاسه و داماد کوروش بزرگ از طریق ازدواج با دخترش آتوسا بود. در دوران فرمانروایی او شاهنشاهی در بزرگترین گستره خود بود که بخش زیادی از غرب آسیا، بخشی از بالکانها، مقدونیه و قفقاز، بخش اعظم نواحی ساحلی دریای سیاه، آسیای مرکزی، دره سند و نیز بخشی از شمال آفریقا و شمال شرقی آفریقا از قبیل مصر، شرق لیبی و سواحل سودان را در بر می‌گرفت. اما جریان پادشاه شدن داریوش بزرگ چه بود؟ چه شد که داماد و کوروش بزرگ به پادشاهی رسید؟ درود به دوستان و دنبال کنندگان عزیز، به چنل ایستگاه تاریخ خوش آمدید. در این ویدیو قصد داریم به داریوش بزرگ، شاه قدرتمند هخامنشی بپردازیم. پس آخر این ویدیو با ما همراه باشید. کوروش بزرگ دو پسر به نام کمبوجی و بردیا داشت. پس از اینکه کمبوجی به پادشاهی میرسه، با رفتن به جنگ مصریان که 7 سال طول میکشه، برادر خود یعنی بردیا رو از ترس اینکه نکنه پادشاهی رو ازش بگیره میکشه. در این جنگ داریوش سردار هخامنشیان بوده. پس از این اتفاقات فردی به نام گومات که شباهتی زیادی به بردیا داشت، خودش رو به جای بردیا جا میزنه و حکومت رو به دست میاره. در بعضی روایات گفته میشه که گومات بردیا رو میکشه، اما به گفته داریوش به دست کمبوجیه کشته شد. روایت زیادی درباره مرگ کمبوجیه هست. متأمل‌تر از همه اینه که کمبوجیه بعد از اینکه متوجه میشه که حکومت به دست بردیا در اومده، یعنی همون بردیا دروغین، خودش رو میکشه. در بعضی روایات گفته شده که هنگامی که با اسب خود داشته حرکت میکرده، خنجرش به داخل رانش رفته و بعد از حدود 3 هفته کمبوجی از دنیا میره، که اولی خیلی احتمال بیشتری داره. با ظلم‌هایی که گومات انجام داد، داریوش تصمیم به قیام میکنه و حکومت رو از گومات میگیره و اون رو میکشه. داریوش بزرگ 3 همسر پارسی و ایرانی داشت که 2 از بانوان او دختر کوروش و دیگری دختر بردیا محسوب میشد. داریوش پس از بر تخت نشستن کشور را به ساتراپی‌هایی تقسیم کرد و بر آنها دستور داد تا مالیات و خراج دریافتی را به خزانه هخامنشی بفرستند. قوانین مربوط به هر ساتراپ به شکل جداگانه بود و حاکم هر یک از ساتراپ‌ها از افراد نزدیک و مورد اعتماد داریوش بزرگ بود. برای هر یک از حاکمان ساتراپ یک فرد به اسم چشم و گوشت شاه انتخاب میشد که اگر حاکم ساتراپ مرتکب به اشتباهی میشد، فوراً به داریوش بزرگ خبر میدادند و داریوش آنها را مجازات میکرد. در واقع اینجا بود که اولین سیستم جاسوسی دنیا تشکیل شد. از آنجا که حکومت هخامنشیان بسیار گسترده بود، این عمل به اداره حکومت کمک زیادی میکرد. امروزه این سیاست رو میشه در ایالات متحده آمریکا دید که کشور رو به ایالات‌های تقسیم کردند که هر کدوم قوانین خاص خود را دارند ولی تحت نظر حکومت آمریکا هستند. در واقع این عمل الگو برداری شده از حکومت داریوش بزرگ بوده. داریوش فردی سیاستمدار و افراطی بود، اما دین اهل قلمرو خود را محترم میشمرد و با ملل تحت فرمان خود به نیکی رفتار میکرد، ولی با حاکمان نالایق به شدت برخورد میکرد و به آنها رحم نمیکرد. داریوش در انتخاب مقامات کشوری، فرماندهان نظامی و سایر مدیران مردم و استان نظر درستی داشت و از آنجایی که بیش از حد حساس و دقیق بود، در انتخاب افراد اشتباه نمیکرد. داریوش با دولت‌های شکست خورده ملایم و منطقی بود. او مجددا نظام شاهنشاهی را تأسیس کرد و تشکیلات جدیدی ایجاد کرد. در دوران سلطنت او ایران بیشترین گستره خود را تجربه کرد و پس از او دوره بیکفایتی شاهان هخامنشی آغاز شد. داریوش قانون مملکت را اصلاح کرد و قوانین جدیدی به نام قوانین خوب را برای کشور وضع کرد و توانست صلح را در کشور به ارمغان بیاورد تا در آن صلح مشکلات دیگری را حل کند. داریوش بزرگ معیار جمع‌آوری و اخذ مالیات از کیفیت زمین و حجم محصول برداشت شده را تعیین کرد و همچنین کنترل عملکرد زمینداران را به صورت مستمر و دقیق در نظر گرفت. بهبود و بهتر شدن راه‌های نظامی و کاروانی و تسطیح و ایجاد امنیت در آنها برای شاه اهمیت زیادی داشت. احداث شاهراه شاهی سارد به شوش و ایجاد کاروانسراها از مهمترین اقدامات در این زمینه بود. طول راه شاهی حدود 2500 کیلومتر بوده و 110 کاروانسرا در مسیر آن وجود داشت.
این کاروانسراها برای تغذیه نیروهای نظامی، امنیتی و کاروانها برپا شده بود و 25 کیلومتر از هم فاصله داشتند. همچنین داریوش اولین کسی بود که پول را اختراع کرد و سکه‌های طلا به نام زریک ضرب کرد. از دیگر اقدامات میتوان به تعریض کانال سوئز برای عبور آسان کشتی‌های تجاری و تأمین منافع اقتصادی دولت هخامنشی اشاره کرد، زیرا داریوش میخواست مغرب را به دریای سرخ متصل کند. داریوش هخامنشی در آغاز سلطنت خود کشور را به 22 ساتراپی یا استان تقسیم کرد. در واقع اون اولین کسی بود که سیستم استانداری را وارد جهان کرد. تشکیل سپاه جاوید یا ارتش جاویدان از ابتکارات داریوش بزرگ بود. این گارد مخصوص برای تأمین امنیت، نظم، حفاظت و نگهبانی کاخ سلطنتی بود. چابکی گارد ابدی در برخی منابع یونانی مورد ستایش قرار گرفته. اگر میخواید اطلاعات بیشتری راجع به گارد جاویدان، این گارد هراس انگیز بدونید، حتما ویدیویی که لینکش رو برای شما در بالا میذارم ببینید. ایجاد یک پیک سریع یکی دیگر از خلاقیت‌های داریوش بود. این پیک‌ها اخبار را از سراسر امپراتوری جمع‌آوری کرده و به سرعت به مرکز مخابره می‌دادند. آنها در میانه راه اسب‌های تازه نفس دریافت می‌کردند. پیک‌ها در مخابره اخبار نظامی و امنیتی مهارت خاصی داشتند و بسیار مطمئن و محرمانه بودند. داریوش بنای کاخ شوش را که از زمان کوروش باقی مانده بود دگرگون و تکمیل کرد و تالارها و تأسیسات جدیدی در آن ساخت. داریوش برای تکمیل کاخ سرو از فنیقیه، عاج از هند، فیروزه و دیگر سنگ‌های زینتی از مصر، حبشه و عربستان سعودی، انار از بدخشان و کاشی‌های لعابدار از بابل وارد کرد. داریوش در سال 518 قبل از میلاد دستور ساخت تخت جمشید را صادر کرد. مجموع تخت جمشید مهمترین و شگفت انگیزترین اثر معماری دوره هخامنشی است و نحوه برپایی این بنای عظیم هنوز یکی از رازهای دنیای باستان است. این بنا در سال 518 قبل از میلاد به دستور داریوش ساخته شد. معماران ایرانی در ساختن تخت جمشید سعی کردند سنت‌های ایرانی را حفظ کنند. بنابراین تختی ساختند که مانند پاسارگاد و مسجد سلیمان پشت کوه رحمت قرار دارد. همونطور که گفتم، داریوش بزرگ گستره حکومت را به پهناورترین شکل ممکن تبدیل کرد. زمانی که داریوش به پادشاهی رسید، شورش‌های زیادی علیه اون صورت گرفت که بخشی از این شورش‌ها را به شما میگم. شورش در هیلام، شورش در ماد، شورش در پارس، شورش در بابل، در ارمنستان، شورش در رخش و مرو، شورش در پارت و گرگان. این شورش‌ها چون که در زمان خاصی نبوده و دارای اتحاد نبودند، نتیجه‌ای نداشته و همه این شورش‌ها با سرکوب داریوش صورت گرفت. داریوش نبردهای بسیاری انجام داده. او با لشکرکشی به سمت سکه‌های اروپایی که با پیروزی مواجه شد، اولین پادشاه سه قاره بود که در بخش‌های زیادی از قاره آفریقا و اروپا و آسیا حکومت می‌کرد. در ویدیوهای بعدی وارد جزئیات جنگ سکه‌ها با هخامنشیان میشیم. همچنین جنگ‌های زیادی با یونانیان و جنگ معروف ماراتون که بعد از مدت‌ها تصادف با شکست ایرانیان روبرو شد. عواقب شکست ایران در ماراتون بر داریوش تأثیر گذاشت و او را ضعیف کرد. همزمان با جنگ‌های ایران و یونان شورش‌هایی در مصر علیه داریوش در گرفت و قدرت داریوش را ضعیف کرد. قدرت داریوش کبیر در این مخمصه کاهش یافت و او پس از 48 سال سلطنت در سال 486 قبل از میلاد درگذشت. جسد داریوش را پس از مرگ مومیایی کرده و در آرامگاه صخره‌ای که از قبل برای او آماده شده بود دفن کردند. او قبل از مرگ پسر بزرگش خشایارشاه نوه کوروش را به عنوان وارث تاج و تخت برگزید. خشایارشاه بعد از گذشت 10 سال به انتقام نبرد ماراتون لشکرکشی عظیمی به یونان کرده و در نبرد ترموپیل که در ویدیوی قبل راجبش صحبت کردیم توانست آتن را تصرف کند. آرامگاه داریوش اول هخامنشی در دامنه کوه حاجی آباد نقش رستم قرار داره. این آرامگاه در مروودشت فارس و در ارتفاع 26 متری از سطح زمینه. آرامگاه خانوادگی شاهان هخامنشی است. این یکی از ارزشمندترین آثار دوران هخامنشیانه که برای گردشگران و علاقه‌مندان به تاریخ و فرهنگ کهن ایران در داخل و خارج از کشور جایگاه ویژه‌ای داره.
قطعا که داستان‌های بیشتری درباره داریوش بزرگ شاهنشاه هخامنشی وجود داره، اما من سعی کردم به شکل خلاصه و کوتاه درباره این فرد بزرگ به شما اطلاعات لازم رو بدم تا که مردم عزیزم ایران بدونن که ما از اصل چه کسانی هستیم و پدران ما تونستن چه افتخاراتی رو با دلیل مردی در تاریخ ثبت کنن. در آخر اگر به داستان‌های تاریخی علاقه دارید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و لایک و کامنت هم یادتون نره. تا دیداری دیگر، بدرود.